سال 61 61 62 دولت سوویتی سال 1900 اگر در آسیای میانه سال 1920 برقرار شده باشد، سال 61 62 65 در دهات ما یگان بمب شифرپوش نبود. خانه های مردم میچکیدند. دولتی ابرقدرت و بزرگی شوروی نتوانست که در مدت 50-60 سال زندگی مردم به سطحی بلندترین برآورده باشد. امروز بازارها از انواع خوردنی لبریز است. مردم خانه های زیبایی 2 آشیانه و 3 آشیانه می سازند. چرا چشمی شما این حقیقت های نمی بینند؟ شما از زیر ناخون چرک میکوبید. محمد اقبال صدرالدین و خواجگان خارجی او این مبلغی افکار بیگانه از زیر ناخون چرک میکوبد.